سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز می گیرند. با شما برای کار. السلام علیکم برادران عزیز، خواهران مهربان، امیدوارم شما خوب هستین. بر شما سلامتی خواهان هستم. برادرها و خواهرایی که همین ویدیو را تماشا کردین، همه شما خواهش تا آخر با دقت خوب گوش کنین. متاسفانه ما وقتی ویدیو را مقصد ثبت کردیم، مونتاژ کرده در یوتیوب گذاشتیم، نروشنی پرایویل گرفت و دلیل کردیم میسر و خواستیم که در همین باره با شما معلومات پوره دهیم. برادرها و خواهرایی که در غریبی هستین، این حال با سبب از نو کردن حجت بسیار برادرای ما، یعنی که در شهر غربت، یعنی که مسکو و قزاقستان با گرانیسا، یعنی که تاکسی میزنن، از شما خواهش در نامتون جانم در همه حالت برای خودتون زندگی کنین. برای همه آدمایی که با امید و ماشین شما میشینه اوستا های کنین. چقدر میتونین که اوستا های کنین. انا همین دو ماشینی که یکتش شهروندان تاجیکستان بودن، یعنی که برادرای ما و شما، انا همین دو ماشین با سبب تست های کردند که این حال به نهایت هوای سرد و رهایی یخ بسته دو ماشین با هم بر میخورن و ماشینیستی که در اوجا 5 نفر شهروندان تاجیکستان برادرای ما و شما، همگی سن سالشون 2003 2004 2005 و 2006 همش جوان ها بودن. البته مرگ وقت و ساعت پیری و یوشی نداره. مرگ حق هست، نکی بعضا ما خودمون مقصد سبب مرگ خودمون میشیم، یعنی که با پای خودمون میریم. یگان جای گریز نیست، یگان جای نافهمی نیست. فقط همون برادرایی که شما تاکسی میزنین، گرانیسا میزنین با مقصد زود رفته آوردن، شما را هیچ کس سر نکرده است. در نامتون جانم فقط همون کسایی که در ماشین شما میشینه، شما او را فکر کنین. شما در اینجا زن و فرزند و پدر و مادر و مقصد برادر و خواهرتون فکر کنین. برای خودتون زندگی کنین. این ماشین یگان کس در ماشین گارانتی ای 100% داده نمیتونه که تو ها ساخت سلامت میرای میوی. برای که این خیلی گپ نیست. برای که ما نمیدونیم که بعد از یک ساعت چی گپ میشود، چی واقعه میشود، چی صادر میشود در حیاتی زندگی ما و شما. ما فقط همین کوشش کردیم در خورایی که بفهمیم در همه حالت برای خودمون احتیاط کرونا زندگیمون پیش بریم، تا که همه برادرها و خواهرایی که در همونجا هستن، همه برادرایی که این مثال برای گرانیسا برام گفتم، مثال شهید شدن، بندگی کردن، خداوند متعال رحمت و مغفرت شایسته جنت قبرشان را پرنور بگردانه. و کسایی که با پدر و مادر و برادر و خواهرشون صبر بوده، البته یوش بودن. ویدیو را پورا میتونین در صفحه تلگرام کانال ما تماشا کنین که لینک تلگرام کانال ما در کامنتاری اول ذکر پیش شده است. با شما سلامتی خانه آبادی خواهان هستم. در همه حالت خودتون احتیاط کنین. بدنتون نشگر. با همین کسایی که بندگی کردن صبر جمیل، صبر پیغمبری خواهان هستم. خداوند روحشان شاد، آخرشان را آورد، قبرشان را پرنور، داخل جنت الفردوس بگردانه. آمین.